یک مشکلی به بالا بیا در حال اهل علم میکاوی. و این خاطر ما و شما برادران عزیز و بزرگان از روی بعض گفتارهای منافقا و فاسقا باید در حال طعنه نزنیم، در حال اهل علم ها را سرزنش نکنیم، بد نگوییم، به قدر این شخصیت ها برسیم. اینها اهل علم ها شخصیت های هستند برادران عزیز که ما را به خدا آشنا کردند. ما خدا را از روی گفته اهل علم ها شناختیم. ما شخصیت خودمون از گفته اهل علم علما شناختیم. ما از روی گفته اهل علم علما عبادت میکنیم. و همین خاطر باید که ما و شما برادران عزیز بزرگوار به قدر این بزرگوارها برسیم. البته هر دور و زمان نیک و بد داره. لکل موسی فرعون، هر یک موسی فرعون داره، هر یک محمد ابو جهل داره. باید که ما در دور و زمان و فرعون ابو جهل نباشیم. همون فرعون ابو جهل سبب فرعون ابو جهل شدن شامل بود که بزید دوستای خدا خستند، بزید انبیای خدا خستند. این شخصیت هایی که امروز اهل علم علما را داد میبینند اینها پیروای همونها هستند. اینها نمیخواهند که دین موسی و دین محمد پیش برود. اینها میخواهند قامت اسلام رو بشکنند، اما خاطر تو جمع باشد شما نمیتونه این کار کرد. امروز الحمدلله جوانهای ما بیدار شدگی هستند. هرچند از هر جانب براشون فشار و تهدید میشود، همونقدر شوق و ذوق و محبت شده اسلام زیاد شده است. ای منافقا، ای فاسقایی که نمیخواه جوانها عبادتگر باشند، خاطر تو جمع باشد. سر راه اینها را گرفته نمیتونه، چون که در سینه و دل اینها محبت الله جا شده است، محبت رسول الله جا شده است، محبت قرآن و محبت اهل علم و علما جا شده است. با بد گفتن شما اهل علم ها بد نمیشه. انشاءالله شخصیتی که اهل علم با خاطر خدا دوست میداره از گفته یک فاسق و منافق اهل علم بد نمیبینه، در نظرش بد نمایان نمیشه. رب العالمین حدیث قدسی بوده برای شخصیت هایی که با دوستای خدا دشمنی میورزند. رب العالمین فرمودند من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. تن هر شخصیتی که یک دوستی من دشمنی میکنه، هر شخصیتی که با یک دوستی من دشمنی میورزه، او شخصیت با من جنگ اعلام کردگی است. من با مقابل او جنگ اعلام میکنم، در برابر من یعنی آمادگی و تیارگیش ببینه. آیا قدرت و قوت داری با خدا بجنگی؟ آیا میتونی که دو عظمت و جلال بزرگی پروردگار ایستادگی کنی؟ هرگز نمیتونی. والله قسم به اندازه یک پری پشه قوت نداری، به اندازه یک خز قوت نداری. بزید دوستای خدا نبرا برادر عزیز. حضرت مولانا میگه کینه عالمان زی ایمان نیست، دشمنی عالمان مسلمان نیست. و همین خاتمه میبخشیم. کینه عالم ها، بد دیدن اهل علم ها از روی ایمانداری نیست برادر عزیز. از روی چی است؟ از روی درون سیاهیت است، از روی منافقیت است، از روی گمراهی و فاسقیت است. اما دشمن عالم وی مسلمان نیست. دشمن به عالم دشمن به پیغمبر است، دشمن به پیغمبر دشمن به خدا است. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار ما حرکت کنیم، اهل علم هامون دوست بداریم.